یک زوج در آشپزخانه خود هستند که ناگهان چیزی ضبط می شود. ویدیوی زیر از کرسال و دیمن است که هر دو در خانه رایعه خود با خوشحالی زندگی می کنند. آنها چند ماه پیش خانه خود را خریده بودند. خوشحال شده بودند که مالک این خانه جدید هستند. چیزی در مورد این مکان وجود دارد که گاهی اوقات آنها را کمی می‌ترساند. اتفاقی که می‌افتد نه دیمن و نه کرستاد نمی‌تواند توضیحی برایش پیدا کند. به همین دلیل آنها در سراسر خانه دوربین نصب کردند تا از این اتفاق عجیب فیلم بگیرند. اما آنچه آنها ضبط کردند آنها را عمیقاً آشفته کرده است. در 6 آگوست 2022 یک دوربین امنیتی در داخل راهروی خانه آنها این را ضبط می‌کند. نگاه کن. اگرچه واقعا مطمئن نیستم چه اتفاقی دقیقاً افتاده است، ممکن است یک دیوانه آخر شب در خانهشان را کوبیده باشد که آنها را میترساند. وقتی این ویدیو گرفته می شود این زوج داخل آشپزخانه هستند. And they don't even want you there. They do want you there. They want you there. They like you a lot. No, they don't. They like the only reason. They like me. They're my friends. But they're because they're my. But they like you a lot. They're acting rude to me. They're not. They're not trying. That's just how they. درست همانطور که داشتند بحث می‌کردند بشقابی از یکی از کابینت‌ها افتاد. پس از آن چیز دیگری خود به خود افتاد. انگار هر چه که بوده از روی عمد آن را به سمت دیمن پرتاب کرده بود تا بحث بین این دو تمام شود. ویدیوی بعدی که از همه عجیب‌تر است و به مراتب وحشتناک‌تر هم می‌شود آخر شب است که کرستاد در خانه تنهاست. می‌توانی ببینیم که مشغول گوشی‌اش هست. که ناگهان این اتفاق میافتد. شاید به این فکر که دیمن با خانه برگشته است. منتظر ظاهر شدن او میماند اما کسی دیده نمیشود. دیمن نیست. اما به نظر میرسد که این حادثه آخرین اتفاق ترسناک برای کریستال نبوده است. دقیقاً مشخص است که چه اتفاقی افتاده است اما چاره‌ای جز ترک خانه برای این زوج نگذاشتند. با این حال شب بعد آنها تصمیم گرفتند به خانه برگردند و چیزی را امتحان کنند تا مشکلشان را حل کنند. به گفته آنها انجام اظهار روح می‌توانند رویی که خانهشان را تسخیر کردند ارتباط برقرار کنند و بخواهند که آنجا را ترک کنند. آنها این کار را می‌کنند و کل ماجرا را ثبت می‌کنند اما نمی‌دانستند که ایده بدی است و اتفاق وحشتناکی برایشان می‌افتد.
ناگهان در دوش شروع به لرزیدن می کند. با عجله از حمام بیرون می آیند و وحشت زده این خانه را ترک می کنند. اما مثل همیشه موضوع شما در این مورد چیز ماورالطبیعی است یا نه؟ شما قضاوت کنید. یک مکتشف شهری به نام کریس هیل به یک انبار متروکه باز می‌گردد و با چیزی بسیار ترسناک‌تر از آخرین باری که در آنجا بوده است روبرو می‌شود. کریس متوجه شده بود که تنها نیست. کسی یا چیزی تمام شب او را زیر نظر داشته بود. هر چه که بود، کریس احساس کرد که یک موجود ماورالطبیعی او را لمس کرده است. مطمئن نبود که چه اتفاقی افتاده است، ولی او گفت که دیگر به این مکان بر نمیگردد. اما به نظر می‌رسد که کریس نظرش عوض شده است، چون جلی‌ترین ویدیوش نشان می‌دهد که او برگشته. اینکه بینندگان او را متقاعد به بازگشت کردند چیز قطعی است که کریس نمی‌خواهد اینجا باشد. او همان مسیری که دفعه قبل در این مکان طی کرده بود را می‌رود. This is probably a very bad idea. Wow. Yep, it's still really cold in here. Look, you can see my breath now. Look. Like, that's how you know I'm not lying. But look, I'll do it out here. You don't see my breath. But as soon as you come in here, oh my God, it's freezing. As soon as you come in here. درست مثل قبل وقتی به راهروی ترسناک زیر ساختمان می‌رسد، اوضاع کمی عجیب‌تر می‌شود. این چیزی است که کریس دوربین‌های مادون و قرمز را دفعه قبل نصب کرده بود. بنابراین یک راه پله کوچک وجود دارد که کریس آن را به طور کامل ندیده بود. اگر خوب گوش کنید می توانید صدای کسی را بشنوید. بینندگان موافقند که اگر کریس خوب گوش داده بود، همین موضوع می توانست باعث فرار کریس شود.
همین رو به طبقه بالا برمیگردد و به راهروی ترسان میرسد، اوضاع فرق می‌کند. اتفاقات ترسناک راهرو به طرز وحشتناکی اتفاق می‌افتد. بلافاصله چیزی از بالا به زمین برخورد می‌کند و او را وحشت زده و به فرار وادار می‌کند. دیوانه‌وار به طبقه بالا برمیگردد، غافل از اینکه در این مدت دوربین‌های مادام و قرمز از پایین فیلم گرفته بودند. یک روح قبل از اینکه ناپدید بشود در اینجا راه می‌رود که در این لحظه تنها چند ثانیه بعد از اینکه تکه‌ای از آواره به طرز مرموزی فرو ریخت ظاهر می‌شود. نیروی ماوری کریس را مستقیما به زمین میاندازد و با این ضربه او را بیهوش میکند. چند دقیقه بعد ناگهان از خواب بیدار میشود و متوجه میشود که مدتی بیهوش بوده. او متوجه اتفاقی که افتاده است میشود. وسایلش را برمیدارد و فوراً آنجا را ترک میکند و با تمام اتفاقاتی که افتاده، همچنین حادثه قبلی، بینندگان بدون شک باور دارند که چیزی شوم در این مکان وجود دارد.